الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. برادری درباره حبوبات پرسیدن که عشر ریزی چطور است؟ گندم یا جو یا خرما یا حبوبات دیگری یا میوه‌های دیگری. برادر محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقه. حدیث متفق علیه. یعنی در مادون 5 اوسق زکات نمی باشه. 5 اوسق، یک وسق 60 صاع است، صاع نبوی، و یک صاع تقریبا 2.5 کیلو، و بعضی ها هم زیاد و کم میگیرن، وسطش 2.5 کیلو. پس 5 وسق اگر به کیلو ضرب بزنیم، 5 یعنی 60 میشه 750 کیلو. یعنی 750 کیلو اگر انسان گندم گرفت از زمینی یا اینکه از چیزهای دیگری، غلجات دیگری، از این به بالا باز عشری از این میدهد، یا اینکه نصف عشره. اگر از این کم بود باز زکات نمیدهد، یعنی صدقه عشری از این بیرون نمیکند، بود او عشر هم نمی باشه. اگر چی بده علما میگن هر آنچه که از زمین بیرون میشه زیاد و کم بوده باشه در او عشر یا نیمی عشر است. لكن حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم متفق علیه، حدیث واضح است که از 5 وسق پایین بوده باشه عشر نیست، و از 5 وسق بالا بوده باشه باز عشر است. آنچه که از زمین ها با ذریعه باران اگر آب استفاده میکنه و ذریعه باران، به این صورت باز عشری از او بیرون میکنن. و آنچه که اگر به زحمت خودش و تکلیف خودش که مصرف میکنه از طریق جویه ها یا اینکه از زمین آب بیرون میکنه، آب میده، در این صورت باز نیمی از عشر میدهد. نیمی از عشر از آنچه که زمین بیرون میشه از او عشر میدهد. برادری دیگری سوال کردن آیا در حالت جنابت از کار خواندن یا ذکر کردن درست است یا خیر؟ بله برادر، در حالت جنابت درست است انسان ذکر رو از کار بکند، تسبیح و تحلیل بگوید و همچنان درود بخواند، همه از اینها درست است. عایشه رضی الله عنها می فرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله علی کل احیانه، رواه مسلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام اوقاتشان، حالاتشان ذکر الله تعالی را بیان میکردند، تسبیح و تحلیل میگفتند. و البته از این حالتها یعنی اوقات فقط حالتی جنابت مخصوص است که در حالت جنابت فقط قرآن نمیخوانه. بس به روایتی علی رضی الله عنه که در سنن اربعه، سنن ترمذی، سنن ابو داود و نسائی و ابن ماجه حدیث می آید که علی رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن خواندن چیزی مانع نمیشد به جز جنابت، به جز جنابت چیزی دیگری مانع نمیشد. و اما در تشناب وقتی قضای حاجت انسان از ذکر کردن و از خواندن قرآن همه پرهیز میکنه، اما قبل از وارد شدن ذکر میکند و دعا را میخواند، بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. و بعد از اینکه بیرون شد همچنان غفرانک ذکر میخواند یا دعای دیگری که ثابت است. برادر دیگری سوال کردن سوره تبت را بعضیا گفتن که در نماز خواندن درست نیست، آیا حقیقت داره خیر؟ نه برادری، کدام حقیقتی نداره و نه کدام دلیلی بر ازی ذکر است که سوره تبت در نماز یا اینکه در عموم قرائت خوانده نشود. سوره های قرآن بر ازی نازل شده که انسان تلاوت بکنه و به خواندن از اون انسان اجر و ثواب میگیره، برابر از سوره تبت است یا سوره یاسین است، سوره اخلاص است، سوره های دیگری است. البته بعضی از سوره ها، بعضی از آیات فضل بیشتری برشان ذکر شده، اما عمومی از آیات قرآن کریم در تحت حدیثی که من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه،
یعنی سوره تبت هم شامل میشه، سوره های دیگری هم شامل میشه و درست است انسان سوره تبت در نماز بخواند و اگر کسی ممانعت میکنه برش دلیل ضرور است که دلیل پیش کنه، در غیر از او تقول بالای الله و رسول داره، یعنی افترا بسته، یعنی چیزی در شریعت وجود نداره، چیزی الله و رسول نگفته، ای از پیش خود بالای مردم حکمی را میکنه که در شریعت وجود نداره. تراشیدن ریش گناه دارد. انسان اگر به اختیار خودش ریش میتراشد مخالفت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده. آنچه را که رسول الله امر میکنه به گذاشتنش، وفر اللحى، ارخ اللحى و غیره جملات دیگری که رسول الله صلی الله علیه وسلم به تربیه و گذاشتن ریش امر میکنن، مخالفت از را انسان که انجام میدهد به گناهگار میشد. البته در جایی که در اختیار خود نیست، بالایش جبر میشه و حالتی اضطراری است، اگر ریش خود تراش نکنه خطری عزیز که ایره ببرن سالها قیدش کنن، بندیش کنن و خطری اذیت های دیگری است و گاهی هم شاید خطری مرگش بوده باشه. در این صورت یعنی ضرورت چیزی که انسان با اون مضطر میشه، حالت ضرورتش قرار میگیره، با مقدر ضرورت دیگر امو چیز مرتکب میشه، امو ضرره و اینکه امو چیزی که گناه هست با قدر ضرورت مرتکب میشه. وقتی که ضرورت از سرش ختم شد، ضرورت دور شد، حالتی پریشانی و اضطرار دور شد، باز و حالتی اصلی خود برمیگرده، ریش خود میگذارد. برادری سوال کردند در ناخون داغ و یا اینکه نشانه سفید ظاهر می شود، آیا این نشانه رزق و روزی است؟ برادری محترم، چیزی در شریعت وجود نداره و نه در احادیث و آیات قرآن عظیم الشان. پس انسان از این قسم اعتقادها خودداری کنه، ورنه در تحتی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد الطیرات شرک، الطیرات شرک، تحتی از این داخل میشه، یعنی فال بد شرک است، فال بد شرک است و این هم در تحتی امو فال بد داخل میشه، یعنی یک چیزی سبب رزق نیست و در شریعت ذکر نشده که سبب رزق است و او تو را سبب میدانی و رزق خدا به او معلق میدانی، باز خوف شرک است در او. پس انسان از این تو اعتقادها خودداری کنه. برادر دیگری سوال کردن که خال در بدن ظاهر میشه، این چی علامه است، چی نشانه است، چی مقصد داره؟ والله برادر محترم، آنچه که الله تعالی خواسته باشه میکنه، ما بالای الله کدام اعتراضی نداریم و نه در نظام الله تعالی تدخل کرده میتونیم. یخلق ما یشاء فی ای صورت ما شاء رکبک، به هر صورتی که خواسته باشه انسانها را ترکیب میکنه و خلق میکنه و صورت میدهد. چیزی ذکر نشده که خاله ها نشانه بدبختی یا نیکبختی یک انسان است، یا نشانه سرمایه‌داری یا فقیری یک انسان است، یا نشانه سردار شدن یا اینکه رعیت شدن یک شخص است. چیزی ذکر نشده در شریعت. پس ما هم از نزد خود نمیتونیم اینها را که از چیزی از پیش خود تعلیل بکنیم و بالای خلق الله تعالی کدام اعتراضی داشته باشیم و کدام حکم اضافی دیگری داشته باشیم. آنچه که الله خلق کرده با ما راضی هستیم. داغ است، خال است، گوشت اضافی است، پنجه اضافی است، همه چیزاست که خواستی الله تعالی است، خواسته باشه به هر قسمی خلق میکنه و کدام چیزی خاص دیگری در این باره وارد نشده. خال یا گوشت اضافی در چهره اگر نمایان شود
اگر چهره به او بد معلوم شوه، در او صورت درست است انسان عملیات کنه و او را از بین ببرد، دورش کند. در عموم خال نشانه زیبایی برای مرد و زن است. الکل اگر زیاد نبوده باشه، که او زیاد شراب استفاده نشده باشه، شراب نجس است. بعضی علما نجسی حسی میگن، طهارت از بین نمیبره. البته خلا که نمو جایی که ثابت کرده او را میشوید و نماز خود میخوانه. اما اگر کم بوده باشه و حالت ضرورت که انسان ضرورت داره زخم با او پاک میکنه یا میکروب زخم میشوید، اگر کم بوده باشه باز مشکلی نداره. برادر دیگری سوال کردن، بعد از نماز صف بسته میکنن، برای امام سلام میدهن. اگر این سلام دادن برای همیش بوده باشه و به خصوص ملایی که همیش در مسجد برقرار است و کدام مهمان نیست، ترسی از این میره که کدام بدعتی نویره در این ایجاد نکنن، بخصوص بدعتی که مربوط به نماز بوده باشه. یعنی در بعدی ها فکر میکنه مردم که بعد از نماز حتمی باید ملا را سلام بدهی، و یا یکی از اجزای نماز یا یکی از ارکان نماز یا اینکه یکی از واجبات یا مستحبات نماز میسه که باید به ملا سلام داده شود. در بعدی ها مردم اینطور فکر نکنن، نه با خاطر این طریقه را انسان در دین اضافه نکنه و همچنین در نماز اضافه نکنه و ملا را در هر جایی که دید سلام بده و به هر سلام دادن انسان مصافحه یا دستی که به برادر مسلمانش میدهد به این گناه های انسان میرزد و محبت در میان مسلمان ها بیشتر میسازه. و سلام دادن انسان اجر میگیرد، اما این طریقه خاصه نباید ایجاد بکند. مسلمانی که نماز نخوانه ذکر و اذکار به دردش نمیخوره. مسلمان نیست. کسی که نماز نخوانه مسلمان نیست، کافر است. نماز برای همیشه ترک میکنه، کافر است. و ذکر و اذکار هیچ به دردش نمیخوره، فایده برش نداره و نصوص زیادی، دلایل زیادی حکم میکنه تاریک نماز کافر است، و خصوص کسی که همیشه نماز ترک میکنه. برادری دیگری سوال کردن که برای خانم خود گفته باشه تو اگر از روسیه بدون کودک به تاجیکستان برگردی جواب هستی یا جوابت میدهم. یک مرتبه چنین گفته. مرتبه دیگری برای خانم خود گفته اگر از روسیه به تاجیکستان بدون کودک برگردی در این صورت 300 طلاق است. برادر محترم، اگر چنین حرفی را یا سخنی را به همسر خود گفته باشد در این صورت این طلاق معلق میگن. اگر این همسرش از روسیه به تاجیکستان سفر کرده باشه باز طلاق است، طلاق واقع میشه نزد جمهوری از اهل علم. اما 300 طلاق این طلاقی بدعی گفته میشن. در اصل طلاق چنین نمی باشه. طلاق همیست که انسان در طهری که همراه همسر خود نزدیک نشده باشه یک طلاق میده. همسر خود اگر جور آمد نشد باز انتظار میکشه طهری بعدی بیاید، باز دیگر طلاق میده و همچنان طهری سوم. این طلاق سنی است، یعنی به طریقه سنت. اما 3 طلاق یکی دادن یا 300 یا 1000 یا در حالت حیض طلاق دادن، همه اینا طلاق بدعی است، یعنی به طریقه بدعت است. در اصل شریعت چنین طلاق نیست. اگر چنین طلاق داده باشه باز جمهور اهل علم این طلاق حساب میکنن، یا 3 طلاق واقع میشه. 300 طلاق 3 طلاق واقع میشه، دیگرش بیهوده است اما 3 طلاقش واقع میشه. جمهور اهل علم امی نظر دارن. لکن عده از اهل علم 300 طلاق یا 3 طلاق یا 1000 طلاق یک طلاق حساب میکنن، بنا به حدیثی که در صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله عنه نقل است. فرمودن که طلاق در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی 3 طلاق، یک طلاق واقع میشد. و همچنان در عهد ابوبکر صدیق و همچنان در ابتدای خلافت عمر رضی الله عنه که هر کس 3 طلاق میداد 3 طلاق یک طلاق واقع میشد.
و وقتی که عمر رضی الله عنه دید مردم زیاد مسخره به امر طلاق میکنن و زیاد به ادناترین چیز زود استعجال میکنن طلاق میدهن، باز حکم تعزیری وضع کردن که هر کس اگر 3 طلاق داد 3 طلاق باقی میشه. پس در اصل 3 طلاق 1 طلاق است، 300 طلاق هم 1 طلاق است و این برادر طلاق رجعی داده میتونه به خانم خود دوباره برگرده، 3 طلاقش 1 طلاق واقع میشه. برادری دیگری سوال کردن الله تعالی شیطانها را از آتش آفرید و آتش را از چی آفریده؟ برادری محترم درباره شیطان و جنها الله تعالی می فرماید والجان خلقناه من قبل من نار السموم، و ما جنها را خلق کردیم قبل از خلق آدم از آتشی نهایت سوزان. نار السموم آتشی زیاد سوزانه میگه، یا بعضیا گفتن آتشی زیاد شعله آوره، آتشی که زیاد شعله داره. و در آیت دیگری من مارج من نار، آتشی که زیاد شعله داره و در او دود نیست، بدون دود. و بعضی از مفسرین از سموم من نار جهنم، یعنی سموم را گفتن که از آتش جهنم است. و همچنان از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل است که نار سموم، آتش سموم جزء 70 از آتش جهنم است. و حدیث هم در عباره از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل است، فرمودن ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. آتشی که بنی آدم در دنیا در میدهن و از او استفاده میکنن، این یکی از اجزای 70 از جزء آتش جهنم است. یعنی آتش جهنم 70 جز تقسیم کنی و یکی از امو 70 جز آتش دنیا است، آتشی که بنی آدم از او استفاده میکنه. پس از این آیت و همچنین اقوال مفسرین و قول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، اینها دانسته میشه که آتش دنیا اصلش از آتش جهنم است، اصلی از او. و در حدیث صحیح هم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند فإن شدة الحر من فیح جهنم، زیاد گرمی زیاد از نفس جهنم است، نفس جهنم. حالا جهنم الله تعالی از چی آفریده؟ این چیزی است که به ما مجهول است، الله تعالی بیان نکرده که جهنم از چی آفریده. و همچنان جنت. پس آتش جهنم برای ما اصل خلقتش مجهول است که از چی آفریده، از چی ماده‌ای. درباره از او ما نمیتوانیم که از پیش خود چیزی بگوییم. اما آتش جهنم، آتش دنیا را الله تعالی اسباب زیاد، وسایل زیادی را آفریده که از او آتش ساخته میشه، از او آتش بیرون میشه. یا برای انسانها علمی از او را داده، الله تعالی راهنمایی کرده که به وسیله از این آتش بیرون میشه. و یا هم الله تعالی به قدرت خود از چیزهای آتش بیرون میکنه که انسان در گمانش نمی آید. مخاطر می فرماید در سوره واقعه افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، شما خبر بدهید از آتشی که شما در می دهید، آیا خالقی آتش شما هستید؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا درختی که از او آتش بیرون میشه و او آتش میدهد، این درخت شما آفریدید یا ما آفریدیم؟ بدون شک الله تعالی آفریده. از چوب آتش بیرون میشه، از کوها الله تعالی از داخل کوهای آتش فشان، از قعر کوها آتش بیرون میکنه، از دریاها الله تعالی آتش بیرون میکنه.
یا از درخت هایی از سرسبزی که انسان هیچ اصلا در فکرش نمیایه. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، از درختی نهایت سرسبز و تر از این آتش بیرون میکنه. قدرتی الله تعالی است، هر چی را بخواد میکنه. و گاهی هم از تیل، از پترول و از حرارت آفتاب و از باده های تند و تیز و گرم، از اینها آتش بیرون میکنه. پس اسباب و آلاتی در دنیا زیاد است که از او الله تعالی آتش پیدا میکنه و آتش در میدهد و این در اختیاری الله تعالی است که هر کاری را بکند. و البته این وسایل برای بشر هم راهنمایی کرده که از اینها آتش بیرون میشه و بشر امو علم خود استفاده میکنه تا اینکه از این وسایل بسازد، مثلا گوگرد یا امثالی از اینها. مثلا برق ساختن و از برق آتش بیرون میکنن. منقل در برق گذاشته شد آتش میدهد، یا بخاری های برقی گذاشته میشه آتش میده اینا. و این علم الله تعالی برشان راهنمایی کرده و از این استفاده میکنن. پس در دنیا اسبابی که آتش تولید کنه، آتش بیرون کنه زیاد است. و اما اصل آتشی جهنم که از چی آفریده شده ایره ما نمیدانیم. و شیطان از امی آتشی که در دنیا ما میبینیم و از امی آتش الله تعالی شیطان آفریده و اصلی آتش برمیگردد به آتشی جهنم. برادری پرسیدن آیا درست است انسان در جایی که غسل میکنه، تشناب یا حمام، در آنجا پیشاب کند؟ برادری محترم، اولا انسان امی تشناب یا حمام، جایی که غسل میکنه، ایره باید بداند که اگر ای تشناب جای خاصی برای پیشاب کردن یا پساب کردن داشته باشه، در این صورت هیچ اشکالی نیست، پیشاب و پسابش همونجا میکنه و غسلش جای دیگری مخصوصی در امو تشناب است میکند. در این صورت هیچ اشکالی نیست. صورت دیگر، اگر تشناب فقط مخصوصی غسل بوده باشه، باز خالی از حالات نیست. اگر این تشناب از سیمیت و سنگه های قیمتی ساخته شده باشه، در این صورت یعنی مجرای آب هم داشته باشه، و مجردی که آب انسان به سرش میریزد یا پیشاب میکنه فوراً بیرون شود از مجرای خود، در این صورت هم اشکالی نداره، چون امو وسوسه از دل انسان دور میشه و این پیشاب به مجردی که پیشاب میکنه از طریق اون مجرا از بین میره، دور میشه از جای غسلش. اگر در صورتی که امی جایی که غسل میکنه برای غسل بوده باشه و این مجرای آب نداشته باشه، یعنی انسان وقتی که غسل میکنه آب میریزه، آب یک جا جمع میشه، در این صورت درست نیست که انسان در اینجا پیشاب بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یبولن احدکم فی مستحمه فان عامه الوسواس منه. حدیث در ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی می آید. یکی از شما پیشاب نکنه در جای غسل خود، در جای غسل خود پیشاب نکنه. چرا؟ بیشترین وسوسه ها از طریق پیشاب میبره انسان. یعنی جایی که غسل میکنه و آب در اونجا جمع میشه، وقتی که آب به سر خود میریزه، حتمی وسوسه در دل از این میآید که امی آب با پیشاب یک جا شده، پس با بدن ما بر نگرده. این وسوسه ها در دلش میآید. پس در این صورت انسان از این کار خودداری کنه و در اینجا پیشاب نکند. برادری دیگری سوال کردن که ملا کی را گفته میشه؟ برادرم، ملا در اصطلاح فارسی عالم گفته میشه. شخصی دانا را که در امور شریعت بداند و چیزی بفهمد، ایرا ملا گفته میشه. یک لقبی است برای انسانی عالم. باز سوال کردن که آیا عالم
کسی که فسق و فجور مرتکب میشه آیا را عالم گفته میشه یا خیر؟ برادر محترم، در اصل علما از الله بیشتر میترسن. الله تعالی میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء. یقینا کسی که زیاد از الله تعالی میترسد او علما هستند و علما ورثه پیامبران هستند. از پیامبران علم به میراث گرفتن و علما قدوه بری مردم می باشند. باید در مظهرشان، در باطنشان، در اعمالشان، در تمام کارهای خوب برای دیگرها قدوه باشند، قدوه نیک بوده باشند. و این به این معنا نیست که عالم هیچ اشتباهی نمیکنه، هیچ خطایی نمیکنه و هیچ فسق و فجوری را مرتکب نمیشه. گاهی هم علما مرتکب اعمال قبیح میشن. وقتی که مرتکب اعمال قبیح شد، وصف علم از سر ازی دور نمیشه و این گناهگار است. ایمانند دیگر انسانها بشر است، خطا میکنه، اشتباه میکنه. وقتی که اشتباه کرد به الله رجوع میکنه، مانند دیگر انسانها که به الله رجوع میکنه، توبه میکنه، الله توبه از را قبول میکنه. هر کسی که بوده باشه، عالم است، جاهل است، هر کسی توبه کنه به الله رجوع کند، الله توبهش قبول میکند از اخلاص قلب بوده باشه. اما شخصی که عالم نبوده باشه، باز درست نیست که وصف علم بالای از او مردم استعمال کنه یا عالمش بگوید یا ملاش بگوید، چون این تو انسانها مغرور میشن. وقتی که عالم نباشه، ملا نبوده باشه، او را عالم بگویی یا مولوی صاحب بگویی یا ملا صاحب بگویی، باز این صورت این مغرور میشه و این همی غرورش سبب گمراهی دیگران میشه. دیگران فکر میکنن که این عالم است، این ملا است، برای مردم فتوا میدهد و چیزی از مسائل دین را نمیداند. الله تعالی میفرماید ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. یعنی به چیزی که انسان علم ندارد او حرف نزند، او را دو زبان باز نکند. چرا؟ گوش، چشم، زبان، همه اندام انسان روز قیامت مسئول هستند، از اینا پرسان میشه. پس کسی که عالم نیست او را عالم گفته نشود تا اینکه دیگرها فریب بخورن و از این پرسان کنن مسائل و این بیچاره دیگر فکر کنه که والا مرا عالم میگن و اگر جواب ندهم شاید نقصی بری ما بوده باشه، کمی در خود فکر کنه. در این صورت جواب درست یا نادرست بری مردم ارائه میکنه. در این صورت سبب گمراهی خودش هم میشه و سبب گمراهی دیگرها هم میشه. نباید کلمه عالم یا ملا بالای ازی استعمال شود.